هر تتویی که میزنی یک پورتال و دروازه انرژی توی زندگیت باز میکنه که بسته به اون نمادی که داره و معنی که توی جهان هستی و باورهای تو داره میاد یک سری انرژی‌ها رو توی زندگیت خلق میکنه. تتو فقط یه عمل زیبایی نیست، بلکه یه عمل انرژیایی و نمادینه که بسته به آگاهی و نیت فرد میتونه انرژی منفی یا مثبت توی حاله انرژی طرف و ارتعاشش ایجاد کنه. خیلی مهمه که تتو با چه نیتی زده میشه. اگه با نیت خشم، درد، کینه زده بشه، همون ارتعاشات توی حاله انرژی فرد حک میشن و مدام بهش یادآوری میشن. و اگه با نیت محافظت، آرامش، عشق و یادآوری مسیر معنوی زده بشن، همونا میتونه براش تبدیل به کدای مثبت توی زندگیش شه. و اون شخصی هم که واسهتون تتو میزنه خیلی مهمه که توی چه سطح از آگاهی داره زندگی میکنه. وقتی اون نمادو وارد بدنتون میکنه، انرژی خود اون فرد هم به حاله انرژی شما نفوذ پیدا میکنه و خیلی مهمه که کی داره این کارو براتون انجام میده. مثلا تتوی گل رز توی جهان هستی معنی عشق، مقاومت و اشتیاق و شجاعت رو داره. یا مثلا تتوی اسکلت توی جهان هستی معنی مرگ، شوم و تباهی رو داره. یا همینطور هم پروانه که معنی دگرگونی، صلح و عشق رو داره. پس توی طرح‌هایی که میزنید دقت کنید که چه نمادی رو دارین وارد بدنتون میکنید، چون همون نماد براتون تبدیل به حقیقت میشه.